بچه‌ها سلام. امروز اومدیم با مامان جانم. سلام بچه ها، روزتون بخیر قشنگا. درود به مرام، درود به عظمتت، درود به هم بزرگیت، به جسارتت، به شجاعت. خب بچه‌ها داستان از این قراره که تولد مامان جان بود. من برای اینکه سورپرایزش کنم به صورت آنلاین براش یه دونه آکواریوم بزرگ سفارش دادم. حالا بزرگ من نمیدونستم چقدر بزرگه. قبل از اینکه شقایق بخواد بقیه صحبتاشو ادامه بده، فقط توی یه جمله بگم که من مردم برای این سورپرایز، مردم. یعنی نمیدونید چقدر سورپرایزاش عشق به تمام معنا. خب حالا ادامه بده. خلاصه قرار بود که 3 روز پیش برای من یه آکواریوم رو بفرستن با یه سری حالا ماهی ها اینا که سفارش داده بودم. با من تماس گرفتن که یکی از ماهی ها حالا موجود نیست توی مغازه و حالا ما داریم تامینش میکنیم، یه روز به تعویق میفته ارسالمون. گفتم که خب اب نداره. به مامانم هیچی نگفتم و هنوزم تا تولدش 4-5 روز مونده بود. بعد یک روز که گذشت آکواریومو که ارسال کردن، راننده اسنپ با من تماس گرفت، گفتش که خب تشریف بیارین، من آوردم آکواریومتون رو، بیاین تحویل بگیرین. به مامان گفتم که غذا آوردم، من میرم دم در غذا رو تحویل بگیرم بیام. مامانم اینطوری بود که خب مگه همیشه سفارش میدی نمیارن دم در، ولی گفتم که حالا این سری به من گفتن که خودت بیا دم در تحویل بگیر. آقا من رفتم دم در، این راننده اسنپی هم پیاده شده بود، گفتش که شما میتونید اینو تنها ببرید. بعد من خب سفارش داده بودم، یعنی میخواستم آکواریوم بزرگ باشه ولی ابعاد دقیقش رو خب تو آنلاین خیلی واضح نبود. یه لحظه در عقبو باز کرد، من دیدم یه آکواریوم انقدی در انقدر. What the fuck؟ بعد گفتش که شما اینو تنها نمیتونید ببرید، کسی هست توی خونه بیاد کمک شما؟ گفتم که آره هستش و اینا، منتها خواستم مامان نفهمه دیگه. خلاصه مجبور بودم دیگه، اومدم به زور خودم مثلا نمیتونم تنهایی برشتم، دیدم اصلا کار من نیست. اومدم دم در گفتم چی؟ به من برگشت. بازم من تا اون لحظه اصلا متوجه سورپرایزش نبودم، یعنی اصلا فکرشو نمی کردم. اومد به من گفتش که مامان یه لحظه لباستو تنت کن، بیا جلوی در. بعد من گفتم که مثلا اینجوری بودم که خب آقای چرا غذا رو نمیاره، مثلا اولین باره که من یه همچین چیزی میبینم و یک ثانیه هم حتی شک نکردم به این سورپرایز قشنگ. دیگه سری رفتم لباسمو تنم کردم اومدم و بعد گفت مامان بریم جلو در حیاط. رفتیم دم کوچه، تا پله هایی که داشتم میرفتم یهویی دیدم که شقایق داره از پشت فیلم میگیره. من بازم متوجه سورپرایز نبودم، احساس کردم که مثلا کسی اومده دیدن من که شقایق میخواد اینجوری منو سورپرایز بکنه. تا اینکه در کوچه رو باز کردم و وای دیدم توی ماشین یه آکواریوم خوشگله، خیلی خوشگل، خیلی، یعنی عشق کردم با این سورپرایز. دیگه خلاصه با هر مصیبتی بود به مامان گفتم فقط تو در رو نگه دار، من با آقای راننده اسنپ، حالا خیلی هم لطف کردن چون وظیفه‌شون نیست، با هم دوتایی به زور، یعنی واقعا دارم میگم به زور، خیلی سنگین بود و هر لحظه ممکن بود از دست من ول بشه و وسط راپله خورد بشه. حالا خدا رو شکر ما طبقه اولیم اونقدری پله نداشتیم دیگه. خلاصه با هر بدبختی بود آکواریوم رو آوردم، ولی بعد یه لحظه با مامان اینجوری بودیم که ما خود حمله این که شیشه خالیه رو به زور انجام دادیم. تازه یه طرف یه آقایی بود که با ما کمک کرد اینو آورد. اگه ما بخوایم اینو تنهایی دوتایی بخوایم زفت و رفت میگن؟ زفت و رفت. زفت و رفتش کنیم
دیگه بیچاره میشیم خلاصه. بعد دیگه هیچی، آکواریوم الان حالا فیلمش هم براتون میزنم، گوشه خونه افتاده. بچه‌ها اینم اون آکواریومی که بهتون گفتم خریدم. نمیدونم تو تصویر چقدر مشخصه که خیلی بزرگه. اینم تجهیزاتشه. حالا اینو برای آکواریوم قبلی بوده، ولی حالا به هر کی که بخوایم این آکواریوم رو بدیم میتونن که برای این آکواریوم هم استفاده کنن. بعد میبینین قطر شیشه رو انقدر قطور درست کرده، به خاطر اون انقدر سنگینه. این قسمت پشتشه، اینم که قسمت جلوش هم شیشه خمه. حالا تا ما ببینیم که پسش میدیم یا حالا میفروشیمش، چون واقعا به درد ما که حالا جابجا زیاد میکنیم، همین که یه ذره وسواسی هستیم به تون آکواریومو میشوریم، خیلی به درد ما نمیخوره. خب به انا بعد دیگه حالا خلاصه ماهی هم گرفتم، یه چند تا ماهیه و یه 10 تا دونه هم میگوه. اینا رو حالا ما فعلا ریختیم این تو، چون دیگه میگم اونو که اصلا بازش نکردیم، نتونستیم اونجا بریزیم، فعلا ریختیم این تو. میخوایم منتقلش بکنیم به این تونگه، اندازش هم برای اونا کافیه و خب خوبیش هم اینه این ماهیه که من گرفتم فعلا نیاز به اکسیژن ندارن. خدایا شکر ای خدا. نه نیاز به اکسیژن دارن، نه نیاز به فیلتر دارن. حالا فعلا منتقلشون میکنیم این تو تا تکلیف آکواریوم قبلی مشخص بشه و ما ببینیم که یه آکواریوم جدید میگیریم یا نه. البته بچه‌ها من به یه نکته ای اشاره کنم، آکواریوم هر چقدر بزرگتر خب زیباتر و اینکه ماهیایی که شما توی اون آکواریوم میریزین خوشگلیشون بیشتر دیده میشه. ولی از اون جایی که خب هم من هم شقایق یه ذره وسواس داریم به اینکه حالا خب یه سریا اهمیت نمیدن، مثلا حالا دور شیشه های آکواریومشون مثلا خزه میزنه، لک میشه، با یه سیفون همینجوری تمیز میکنه. ولی من دوست دارم واقعا شیشه آکواریوم بدرخشه که ماهی‌ها زیباییشون بیشتر دیده بشه. به خاطر همین چون تجربه قبلم داشتیم که یه آکواریوم خیلی بزرگ داشتیم، ترجیح دادیم که فعلا تو این تونگ کوچولو که البته اینم خودش یه دنیاییه ها، ما با این یه دنیایی داشتیم، یه زمانی کلی ماهی‌های خوشگل تو این داشتیم، حالا فعلا ماهی‌های خوشگلمون رو انتقال بدیم به این تا حالا در مورد این که چه سایزی از آکواریوم رو سفارش بدیم فکر میکنیم و باز میایم براتون یه ویدیوی خوشگل میگیریم. بچه ها یه چیزی رو بهتون بگم، این وسایلی که الان اینجا دارید میبینید اینا یه بخش محدودی از وسایل آکواریوم قبلی مونه که البته یه عالم خنزر پنزر و چیزای تزئینی خوشگل جینگلی مستونی هم داره که همه رو ما اون برگذاشتیم که حالا شقایق جون حالا بعداً براتون فیلم میگیره و ویدیو درست میکنه. ولی خب الان به خاطر اینکه حجم این تونگ یه کمی کوچولوه، ما حالا گفتیم که یه چیز محدودی رو آماده کنیم، این تونگ رو دیزاین کنیم که فعلا این ماهیای خوشگلمون از این فضا لذت ببرن و بازی کنن تا حالا ایشالله آکواریوم بزرگمونه که دوباره تجهیز کردیم، البته از ابتدای تجهیزش بهتون نشون میدیم مرحله به مرحله. حالا با ما همراه باشید. خب شقایق جون حالا خودت مامان دیگه شروع کن توضیحاتو به دوستای قشنگت بده. Please, I don't have any time for any gossip now. Eh? Yes. Look at him. البته که شما واردتری. نه خب بچه اینا شنای تزئینیه، یه عالم سنگریزه و شنای ریز و سنگای درشتر توشه. آره که این برای اینا- کفشه. آره کفش فعلا میریزیم. میخوای من بریزم که تو اذیت نشی؟ کم کم میریزیم که حالا یه ذره دیزاینش کنیم. رنگ سرخابی ست لباسامونه. ببینید رنگ ما چی مورد هستیم. علاقه‌مون. ببینید ما چی هستیم. خب
فعلا بکنم که اندازهش اوکی باشه. آره چون روش یه سری سنگ رنگی هم میریزیم اینطوریش. البته بعدم نمیشه یه ذره دیگه بریزیم. آره خوشگل‌تر میشه میاد بالا. اینجوری حالا از دو تا دست میخوای اینو بذاری؟ آره یه جایی میخوایی بذاری که آره وسط باشه. بچه ها یه چیزی رو بهتون بگم، میگوهای ریز و رنگی عاشق اینن که این درخچه ها رو دیدید گذاشتیم، یعنی عاشق اینن که برن لابلای این درخت ها بازی کنن، مخفی بشن. بعد بچه دارن که میخوان بشن میرن لابلای این درخت ها. نایس. من آکواریوم قبلی رو که داشتم انقدر میگو زاییده بودن، بعد خیلی بامزه، یعنی زایمانشون اینجوریه که شما فقط 2 تا چشم ریز مشکی میبینید با یه بدن شیشه‌ای کوچولو، بعد یواش یواش رنگی میشن، هی که بزرگ میشن رنگی میشن، خیلی بامزه است. Two hours later. الان اینجا هم که حالا فیلمشو براتون میذارم، اینجا هم که الان تو این کاسه هستن، اینجا یه تیکه برگ افتاده، هی میرن میچسبن به اون که مخفی بشن از دست ماهیا. 2 تا میگوامون خیلی بزرگترن، وزنشون سنگینه، انگار وجدان درد دارن، نمیرن رو اون برگه قایم بشن چون برگه آویزون میشه میفته، اجازه میدن که اون ریزتره برن بازی کنن. خب مرحله بیسش تموم شد که این سنگریزه ها رو میریزیم. حالا اگه قرار باشه که تخم ریزی کنن زیر این سنگا، غذاهاشون رو قایم میکنن، یعنی ماهی‌ها یه دنیای قشنگی دارن. حالا اونایی که تجربهشو دارن قطعا متوجه میشن که من چی میگم. خب این از این مامان جان اینجوری شد بچه. گیاه هم گذاشتیم وسط برای میگوها. خب بس اینا هم نزدیک می‌کنم. اینا هم یه سری حالا سنگای حالت مرجانی و اینا داره با یه سری سنگای رنگیه. اینا هم برای اینکه خوشگل‌تر و رنگی‌تر بشه روی این شنای بیسش می‌ریزیم. شقایق خودش انقدر با سلیقه است برای این چیزا، چون تولدمه اجازه نمیده اجازه نمیده که دیگه حالا خودش بخواد دخالت بکنه، به خودش داره میگه که شقایق تو ساکت شو بذار مامان انجام بده. خودش مسلط بشه. خیلی خوشگل میشن این سنگ رنگی و لابلاشون. خب بچه من دیگه از اینجا ویدیو میارم نمای نزدیک آکواریوم که شما حالا واضح‌تر خود آکواریوم رو ببینید. پس فعلا از طرف من و مامان فعلا خدافظ. خدافظ. فعلا خداحافظ. تو این فاصله من اینا رو بهتون نشون بدم. اینا میگوان که بهتون گفتم، ببینید روی این برگه چجوری وایسادن. الان این تو پر میگوه ها، نمیدونم چقدر واضح مشخص باشه. اونام که اینجا یه چند تا هم کف چیزن، کف این کاسه هن. اینا هم ماهیه زبرا و گوپی و اینا هن. اینم که کتفیش لجنخواره. حالا آبشون هم از دیشب انقدر کثیف شده چون آبی که برامون ماهی‌ها رو توش فرستاده بودن آب کدر بود. بعد ما نخواستیم که هی آبشون رو تغییر بدیم که اذیت بشن. پیپی هم کردن دیگه. آره دیگه کار خرابی کردن. اینم نمای آکواریوم. حالا الان ماهی‌ها رو بریزیم و آب بریزیم توش خیلی خوشگل میشه. چطور شد بچه‌ها؟ Oh my God! Wow!
2,000 years later. بچه ها یه چیز خیلی مهمم که برای آکواریوم باید استفاده بکنین این آنتی کلورا هستش، چون که آبای ما پر از کلوره. یکم از این آنتی کلور رو میریزین تو آکواریومتون و کلورا آبو کامل میگیره.